قاعده 142 است که انسان‌های موفق و کامیاب در میدان حشر بفهمیم. خب در روز حشر امی سختی ها هست، لکن در قرآن آیت دیگه هم هست، میگه که القارعة ما القارعة و ما ادراک ما القارعة یوم یکون الناس كالفراش المبثوث و تكون الجبال كالعهن المنفوش فاما من ثقلت موازینه فهو في عیشة راضیه. پس روز قیامت که روز کوبنده هست، قارعه به معنای کوبنده هست، لكن چیست؟ فاما من ثقلت موازینه فهو في عیشة راضیه. پس انسان های موفق بفهمیم که این سختی ها هست، لکن در اینجا خب تنها سختی ها نیست، خوبی ها هم است. حال انسان های موفق و ناموفق هستند. انسان های هستند که در سختی هستند و انسان های دیگه هستند که اونا در حالت خوب هستند. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما انسان های موفق در روز قیامت در این سختی ها معرفی میکنه. میگه سبعة یظلهم الله تعالی فی ظله. میگه سبعة 7 طایفه مردم هستند. حدیث متفق علیه امام بخاری و مسلم مردوش روایت کردن. رسول الله صلی الله علیه و میگه که 7 طایفه مردم است. یظلهم الله تعالی فی ظله، که الله اونا را در زیر سایه‌اش، یوم لا ظل الا ظله، که در این روز هیچ سایه نیست بجز سایه الهی که سایه عرشش است، والله اعلم، یا هر سایه‌ای که است. منتها اینا دیگرها که مثلا آفتاب به اندازه میل نزدیک میشه و انسانها در عرقهای خود غرق هستن، کل میدان حشری قسم نیست، بلکه یک قسمتی از میدان حشر است که در اونجا آفتاب خطرناکی که نزدیک میشه بالای مغز انسانها تاثیر نمیکنه. سایه هست، دم آفتاب یک سایه گرفته که این دمی حدیث شریف میگه. این حالی کسایی که در زیر از این سایه هستن که از نمی عرق و از گندگی و از یا خلاص هستن، 7 طایفه مردم هستن. اول طایفه از اینا امام عادل، اما رهبر عادل است. رهبر عادل کدام یکی است؟ کسی است که مطابق شریعت الله حکم میکنه، عدالت مطابق شریعت الله تطبیق میکنه. پس اینی امامه که مردم او را به صفت امام خود و رهبر خود گرفتن، لکن او امام عدل، امام است که این عدالت در نظر میگیره. اینجا عدالت چه قسم که یعنی حکم مطابق شریعت الله میکنه، نه به قوانین وضعی. حاکمایی که با قوانین وضعی کار میکنن این دی داخل نیستن. تا وقتی که شریعت الهی تطبیق نشه عدالت صورت نمیگیره. هر قدر که بخوان عدالت بکنن، عدالت کردن نمیتونن. چرا؟ یگانه عدالتی که قابل تطبیق است در چوکات شریعت الله است. چرا؟ الله که از کلگی بنده ایش است. زن بنده ایش است، مرد بنده ایش است، سیاه‌پوست، سفیدپوست، سرخپوست، اروپایی، افریقایی، آسیایی، امریکایی، عرب، عجم، کلش بنده های الله هست. لکن کسای دیگه هستن دیگرها که قانون میسازن، حتما یا قوم خدا یا زبان خدا یا مملکت خدا یا مثلا قاره خدا چی میتن؟ برتریت میتن. پس یا عدالت کرده نمیتونه. اول امام عادل است. دوم قسمی که در زیر سایه عرش الهی میباشن، شاب نشأ فی عبادت الله، جوانی هست که از جوانی در عبادت الله مشغول است. جوان است در عبادت الله است. عبادت تنها نماز نیست، تنها روزه نیست، تنها همین بعض مسائلی که ما شما در مشغول هستیم این نیست. عبادت الایمان بدع و 70 شعبه، ایمان 70 و چند شعبه داره. جوانی که در تمام شعبات ایمان این چیست؟ در عبادت الله مشغول است. شما مثلا بعضی کتاب هست همین شعبات ایمان لست گرفته،
این حال انسان باید این تمام شعبات ایمان چی داشته باشه؟ حداقل همون 55 نمره کردیت خود داشته باشه که کامیاب شد. از ما کسی اینجا در عبادت ها جوانا را اکثرا ما که میبینیم، بعضی جوانا هستن که در دعوت بسیار 100 نمره میبره، تنها دعوت تبلیغ میکنه، اما در دیگه شعبات عبادت که است باز او 0 است. این ناکامی است. انسان باید در رسول الله میگه که ایمان و بدون و 70 شعبه. بعضی کسا را ببینید در عبادت نمازش بسیار خوشت میاد، اما اگر کسی در اتاق زندگی کنی اخلاق ازی 0 است، او ناکام است. بعضی ها را ببینی که اخلاقشان خوب است، نمازشان خوب است، در معاملات خود اگر کسی معامله بکنی، برش پیسه بتی یا قرض بگیری یا قرض بتیش یا وظیفه بتیش یا کار بگیری، باز در اونجا ببینی که همین انسانی که بسیار دیندار است در این مسائل دغلی میکنه. کار مثلا قرارداد که تو میکنه که مثلا من از 8 صبح تا 4 دیگر کار میکنم، امتیازات خود کلش میگیره. اگر گفته باشی که برات نان میتم، باز 3 وقته میخوره، چای باز رو چاجوش که دلشت میخوره، فهمیدی؟ اما باز در کار که آمد باز خودش از این تاک میتونه قیچی کده میره. نه برادر، وقتی که انسان تقوا میکنه باید تقوایش در هر ساحه باشه. یک لقمه که میخوره هم ببینه که همین لقمه برای من حلال میشه، اینمی آب که من می‌نوشم برای من حلال است، اینمی کامپیوتر که برای من داده شده، اینمی کامپیوتر من از چی باید استفاده کنم؟ همین برای من حلال است که دیگه کارا رو استفاده بکنم، اینمی برق، اینمی فلانی. از این خاطر شما بعضی اوقات میخوارین که مثلا از صحابه میگه علی رضی الله تعالی عنه 2 نفر پیشش میمان شما میگه برای چی آمدین؟ علی رضی الله تعالی عنه 6 تا یک چراغ پیشش ماندگی است. این 2 نفر می و برش میگه صاحب ما امرای تو کار شخصی داریم. بسیار خوب، کار شخصی داریم؟ میگه بله. میگه خیلی کار شخصی که داری تو چی هستی؟ همین چراغ گل میکنم در تاریکی میشین. یا امیر المؤمنین لماذا؟ چرا شما این کار کردین؟ میگه تو خود گفتی کار شخصی، چراغ است برای من از طرف دولت اسلامی، خلافت اسلامی داده شده که تو از اینمی چراغ به کارهای رسمیت استفاده کن. تو گفتی من شخصی کار دارم، پس من چطور میتونم از این چراغ متوجه هستیم که برای من داده شده مال بیت المال است، من از استفاده منفی بکنم. اینی رو تقوا میگن که در پول، در مال، در معاش، در خوراک، در نشست، در این احکام الله را مراعات کن. اما ای که مثلا در یک قسمت که عبادت خصوصی شخصی تو از بسیاری وقتا بعضی کسا که متنفر از مسلمان ها میشه. چرا میشه؟ میگی مسلمان کس والا در عبادت خود بسیار خوب است، خب معاملش بسیار زشت است. مثلا من نماز میخوانم بسیار خوبش، در راه نماز خواندن پای خود سر شانه ما میمانه. چرا در نماز جمعه نماز یک کسی قبول نمیشه وقتی که سر شانه های مردم پای خدا بونه؟ بد اخلاقی میکنه. نه بسیاری کسا هست که دین صحیح نمیفهمه. امی که دین صحیح نمیفهمه مردم از دین متنفر میکنه. چه خوب نماز میخونه، چه خوب روزه میگیره، چه خوب عبادت میکنه، خوش از این نفر میه. اما اینمی نفری که خوب نماز میخونه، خوب عبادت میکنه، خوب تقوا میکنه، باز در مسائل معاملات خوب دغل است، خوب غلط است، خوب حرامخور است، خوب خیانتکار است. متوجه هستین؟ پس انسان با تقوا و با ایمان کی است که عبادات شخصی خود خوبش میکنه، در نمازی که پای خود جور است، اما کسی که مالک کارش است از این راضی باشه، بگه والا صاحب من برای این کار دادم، نجار است. حالا شما سعی که نجار خوب نماز میخونه، اما همین نجار را که ببینید در نجاری خوب غلطی میکنه. گلکار خوب نماز میخونه، اما وقتی که تو کتش معامله میکنی ببینی که در گلکاری غلطی کرده. پس اگر مالک کارت از تو راضی بود گفتی با تقوا هست، باز او وقت میفهمه که او والا راستی واقعا لقمه حلال در نظر گرفته. متاسفانه این دیگه پارش است. از این خاطر رسول الله میگه که 7 طایفه مردمی که زیر سایه رحمت الله میباشن
یک طایفه چی است؟ امام عادل است. دوم شاب نشأ فی عبادت الله، جوانی که از جوانی در عبادت الله نشأت کرده باشه. سوم قسمش کدامه که و رجل قلبه معلق بالمساجد، انسان است که قلب ازی معلق به مساجد است. برش معلوم است که نماز صبح جماعت چه وقت است، نماز پیشین چه وقت است، نماز دیگر چه وقت است، نماز شام چه وقت است. همین تقسیم اوقات جماعت ها برازی تو معلوم است. یعنی همیشه قلبش با مسجد معلق است. بسیاری جوانا را ببینی که شیطان در قلب ازی مداخله میکنه، به یک بانه یا دیگر بانه اینا از مسجد مانع میشه. سرش میگه قرار در کنجا که استاد است نماز میخونه، اما وقتی که تو مقایسه میکنی همون امامی که نماز میته یزی که تقواش بیشتر است، اخلاصش بیشتر است. اما این جوانان قدر مغرور است که نه والا ما پشت ازی نماز نمیخونم، پشت فلانی نماز نمیخونم. اینه در حالی که کس زیر سایه عرش الله میباشه که قلبش با چی معلق باشه؟ با مساجد. از این خاطر تا که واسش میرسه، حتی اگر جماعت میفهمی که تیرم شده، یک رکعت مونده، نیم رکعت مونده، باید خدا به کجا برسونی؟ به مسجد برسونی. قلبه معلق بالمساجد. چهارم قسم و رجلان تحابا فی الله اجتمع علیه و تفرق علیه. میگه دو شخص است، دو شخص است با یک دیگر خود محبت دارن، لکن محبتشان فی الله هست. حال مثلا کسایی است که یک کسی خوشش میاد از خاطر چهرهش، وقتی که میبینه برش میگه والا تو خوب چهره مقبول داری، خوش قواره هستی، همین قواره خوش میاد، من فلانی را از خاطر همین قواره زیبایش دوست خود اختیار کرده. یا کسی دیگه است میگه فلانی خوب اندام داره و خوب قوی هست، اینم به دوستی اختیار کرده. یا کسی دیگه میگه من فلانی را به خاطر از اینکه خوب مالدار است دوست خود اختیار کردم. اما کسی که در زیر سایه عرش الله می باشه که دوست خود به خاطر که او دیندار است، به خاطر رضایت الله او را دوست خود اختیار میکنه. احبک فی الله، من تو را دوست دارم به خاطر الله. شاید امی کسی را که به خاطر الله دوست داشته باشی، شاید نه مال خوب داشته باشه، نه قواری خوب داشته باشه، نه جسم خوبش داشته باشه، لکن تقوای خوبش داشته باشه. پس اینی آدم با تقوا را به خاطر دینداریش دوست اختیار میکنی که در او یک فلسفه هست. چرا؟ به خاطر ازی که با ما بشینی ما شوی، با دیگ بشینی سیاه. بزرگا میره میگن هر جوانی که سیگارتی شده پرسانش کنی چرا سیگارت میکشه؟ میگه رفیقم. چرا نسواری شده؟ رفیقم. چرا شراب خور شده؟ رفیقم. چرا گناهکار شده؟ رفیقم. اما اگر یک دوست با تقوا داشته باشی پرسانش کنی که تو چطور خوب آدم شدی؟ میگه والا من بسیار خراب آدم بودم که فلانی آدم خوب ملاقاتم شد، او مرا به نماز دعوت کرد، به عبادت دعوت کرد، به درس دعوت کرد، عقیده ما جور کرد. پس همیشه دوست خوب مثل چی وار است؟ دوست خوب همچون عطار از در میان مردمان، میشوی خوشبوز عطرش چون که داری دوستی. فهمیدی یعنی؟ دوست خوب مثل چی است؟ عطار است. پیش عطار که بشینی ولو که برت عطرم نده، بویش در دماغت بوی خوش میاد. دوست بد اندر میان مردمان، یاد مرف میگه که دوست بد چون آهنگر است اندر میان مردمان. در بین مردمان دوست بد چی است؟ آهنگر. آهنگر خودش بد نیست، لکن وقتی که تو که پیش آهنگر بشینی میگه لباسات یک وقت سعی کنی که سوراخ شده، او خودش کارش است، جرقاتش میریزه. ناخودآگاه وقتی که تو یک جای بیری یک کس پرسان میکنه او چطور دودبوی میتی؟ این کالا چرا تو سوراخ است؟ این رنگ چرا تو سیاه گشته؟ والا یک آهنگر رفیقم بود که از او ششته بودم. این از نگاه ظاهریش اینا دوست بد انسان مثل اونمو قسم است که او کتش که ششتی مبتلا میشه. هیچ که نشد یک فکایی غلط میگه، یک غیبت میکنه. اکثرا ما بسیاری وقتا آدم در این شرایط دوست یافته نمیتونه که هر کس که بشینی 5 دقیقه نیم ساعت یک طرف میری غیبت شروع میکنه. هر قدر باش میگه استغفر الله نکو غیبت، باز شروع میکنه.
هم مجرد که نام یک نفر گرفته شد غیبت شروع میشه. خصوصا گوشت علما که است، علما میگن که لحوم العلما که است مسموم است. همین طلب العلم که است دیگه گوشت بیزار میخورن. غیبت که است گوشت خوردن برادر مؤمن است. گوشت یک مرده را میخوری غیبت است. اما باز طلبت العلم چی هستن؟ بازیا گوشت زهردار را میخورن. اکثر غیبت از کی است؟ از علما هست. یک استاد سرش قار شد یا یک کلمه گپ گفت یا برش جدی شد یا توصیه کرد، باز دیگه میشینن دیگه که والا فلانی مولوی صاحب تر است، که فلانی استاد تر است، که فلانی شیخ تر است. باز دیگه غیبت شروع و این گوشت چی است؟ زهردار است. پس کسی چهارمی طایفه مردمه که زیر سایه رحمت الله می باشه که دو شخص رجلان تحبا فی الله، دو شخص هستن که با هم محبت در چی دارن؟ فی الله دارن. اجتمع علیه و تفرق علیه، با اینمی دوستی الله با هم یک جای میشن و با دوستی الله جدا میشن. از این خاطر در اسلام که است عالمی کسایی که نو دین سی نمیفهمن الله حافظ، خدا حافظ ترجمه میکنه الله حافظ، در حالی که سنت نیست. نه خدا حافظ طریقه مسنونه است، نه الله حافظ طریقه مسنونه است. طریقه مسنونه رسول الله صلی الله علیه و بود که با سلام السلام علیکم ملاقات میکردن و ختمشان با چی بود؟ السلام علیکم و رحمت الله. پس که یک نفر که یک جای میشه بهش میگه السلام علیکم و رحمت الله، وقتی که جدا میشدی میری میگه السلام علیکم و رحمت الله. حالا بعضی اوقات یگان تا که سنت تطبیق میکنن، همین سنت زیاد ملاقلا باخون زیاد تطبیق میکنن، سلام علیکم میگن. بعضی کسات خنده میکنن چرا خودش در غلط مبتلا هست. حالا خوب هم بر ازی چی شده؟ وقتی خداحافظی برش بگی که السلام علیکم و یک قسم خنده میکنن. چرا؟ در حالی که سنت تطبیق کرد. تو هستی که غلط میگی. اینجا رواج است گود بای، سیز نه انگلیسی. بازو گود بای آوردن در فارسی خداحافظ جور کردن. باز خداحافظ حال جوانایی که نو نگذاره دیندار شدن و چی میگن؟ الله حافظ. در حالی که سنت نیست. چی خداحافظ بگی چی الله حافظ بگی طریقه من سنت است که وقتی که جدا شدن میگه السلام علیکم و رحمت الله. فهمیدین یعنی؟ پس اجتمع علیه و تفرق علیه. و رجل قسم پنجم چی است؟ دعته امرأة ذات منصب و جمال. یک شخصی است که یک کسی که بسیار زیبا هست، هم منصب داره و هم جمال داره. اگر پسر است یک مرد یا اگر دختر است یک مرد، اگر پسر است یک دختر که صاحب ذات منصب و جمال است، ایره دعوت میکنه به طرف گناه، مسیج برش روان میکنه. درست است نه؟ در فیسبوک برش ریکوست میکنه و تقاضا میکنه و فلان میکنه. فقال اینی اخاف الله. برازی میگه که در جواب مسیجش، در جواب تلفنش، در جواب سوالش، در جواب گپش برش چی میگه؟ اینی اخاف الله، من از الله میترسم. تو که تقاضا را کردی، هم زیبا هست و هم صاحب منصب است، ولی ای با وجود و اونم تمام چیزایش برای جوابش میگه که اینی اخاف الله. پس ای که خوف از الله میکنه به می معصیت، دوست سری و مثلا گرفرند و ولا متخذات اخدان، الله میگه که شما دخترای با ایمان دوستان مخفی نگیرین. حالا که میگه دوست پسر، دوست دختر، الله گفته حرام است اینو نکنین. این حال وقتی که از پیش از او تقاضا هم میکنه، ای برش در جوابش میگه اینی اخاف الله، برازی الله اجر میده که یک چوکی برش میده در روز قیامت در زیر سایه رحمت الله میباشه. قسم دیگهش و رجل تصدق بصدقه، و شخصی در زیر سایه رحمت الله میباشه که یک صدقه میده فاخفاها، پس امی صدقه خدا چی میکنه؟ مخفی نگه میداره.
حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه. به اندازه ایره مخفی نگه میداره که دست راستش نمیفهمه که دست چپ از او چی داده است. یعنی وقت صدقه به خاطر رضایت الله میته، او تو صدقه میته که دست راستش وقتی که میته، این کنایه از این است که بسیار به شکل مخفی صدقه خدا برای همون مستحقش میرسانه. حالی که هست در صدقات امروزی ما و شما گفتیم نه که شرک در نیت 3 قسم است. یکی که در نیتش بعضی کسان صدقه میته در شرک مبتلا میشه. شرک توحیدی است که به خاطر رضایت الله میشه و چون به خاطر رضایت الله میشه اینه که به فقیر اگه خپ کدام بده الله میبینه در هر جای. اما شرک در صدقه چه وقت میشه؟ یا نیتش مردم است، یا نیتش ریاکاری هست، یا نیتش است که مردم خوش. شرک اکبر، اصغر و خفی ما شما خواندیم نه که 3 قسم شرک در نیت واقع میشه. پس امروز کسایی که صدقه میده همین شرط نیست، کارت نشته میکنه و محترمه و بیروبارک است و یک چیزی هست که این صدقه را آشکار صدقات خدا میده. دو مشکلش است که حق یتیم و بیوه و مسکین و بیچاره را به نام صدقه الهی برای پولداران میده، حق از اونا را میخوره. پس این 2 گناه کردن. از یک طرف نیتش خراب است، ریاکاری است، و از طرف دیگه هم اما حق مسکین یتیمه. یتیم بیچاره بود نداره، صدقهشه حق از اون پیسه دارا خورده. ظلم است نه. الله تعیین کرده که اینمی الصدقات للفقراء، انما الصدقات للفقراء والمساکین. همین صدقات این بر فقرا و مساکین است. خب زکات باید به فقیر و مسکین برسه دیگه، صدقات نفلی که از به فقیر و مسکین داده شود. اما نیست امو که حقی که تعیین شده و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، اینمی حقی که الله تعیین کرده این چی میکنه؟ این به پیسه دار دیگه میده، او پیسه دار برازو میده، او برازو میده و آخوندایش هم همین حق تلفی از رو چی میکنه؟ تایید میکنه و این گناه بسیار بزرگ است. پس کسی که میخواد که در زیر سایه عرش الله باشه، رجل تصدق بصدقه، یک شخصی که صدقه میده، فاخفاها، پس امی صدقه خدا آنقدر مخفی میکنه که حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه. و قسم دیگه چی است؟ و رجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه. قسم هفتم شخصی است که ذکر الله خالیا، الله را به تنهایی، یک جای گوشه شیشته تنها هست، هیچ کسی کتش نیست، در اونجا الله را یاد میکنه، چشماش اشک آلود میشه. اینی گریه که از الله انسان بترسه و گریه بکنه و در حالی که هیچ کس نباشه بین ازی و بین الله باشه، باز این در زیر سایه عرش الهی می باشه.